شماری از باشنده ها و فعالان مدنی کندوز که تازه به کابل آمدند میگویند که بیشتر بخش های این ولایت از جنگ آسیب دیده، کمک های اولیه و ادویه به نیازمندان نرسیده و مواد خوراکه هم به حد کافی وجود ندارد. ازدا یحیایی یکی از فعالان مدنی این ولایت گفت که حکومت از سقوط بار نخست کندوز درس نگرفته و طالبان یک بار دیگر با استفاده از خلای موجود توانستند بخش‌های از این ولایت را تصرف کنند. وی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت از وضعیت در کندوز به نظر می رسد که تلاش می شود قصداً این ولایت میدان جنگ باشد. او سری گفتن دولت مردان که حالا یک اشتباه شد، سالنگاری شد. اشتباه یک بار اشتباه است، بار دوم اشتباه نیست بلکه انتخاب است. فکر کنم مشخص کردیم که تنها ولایت کندوز میدان جنگ باشه. ما مردم من حیث جوانان کندوز که امروز همه ما جمع شدیم ما ایره میخوایم نه تنها ولایت کندوز میدان جنگ شود بلکه هیچ ولایتی ما میدان جنگ نباید شود. این فعالان مدنی با نشر اعلامیه‌ای از جامعه جهانی خواستند که با انجام دادن رسالتشان به وضعیت ناگوار در این ولایت خاتمه داده و زمینه زندگی مرفه برای مردم را مساعد سازند. طالبان مصالح روز دوشنبه از 4 طرف بالای شهر کندوز حمله تهاجمی را انجام دادند که در نتیجه شماره از مناطق را تصرف کردند. اما مسئولان محلی کندوز اطمینان می‌دهند که نیروهای تازه نفس از مرکز به کندوز رسیده و بسیاری از مناطق را از نزد طالبان دوباره تصرف کردند. در این حال وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که کندوز هرگز سقوط نخواهد کرد. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند مخالفان مسلح به تشویق برخی از کشورهای همسایه در بخش‌های مختلف جابجا شدند، اما نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند تا آنان را سرکوب کرده و امنیت را در کندوز تأمین کنند.